از 27 январ تا 7 فوریه سال جاری در جاکارتای اندونزیا چمپیونات آسیا اوید با فوتبال طولانی برگزار می‌گردد و خوشو که منتخب تاجیکستان هم در این مسابقه فراق‌روی شرکت می‌کند. من سهراب شاه فراخشاه هستم و این برنامه فوتبال تاجیک است که با جمع همکارانم امشام این برنامه را منظور شما می‌گردونیم و یک صحبت داریم با سرمربی یکچینی تاجیکستان اوید با فوتبال طولانی پیرو واحدوف. نخست با غالبیت در چمپیونات تاجیکستان اوید با فوتبال طولانی که با دسته سورو کمپانیا شما مراتبه ششم این عنوان رو به دست آوردید. صمیمانه مبارکباد میگوییم. مبارکتون باشد. سلام و درود بپایان به تمام تماشای تلویزیون ورزش. تشکر زیاد برای تبریکات. خب اکنون منتخبی که در این مسابقه فراق‌روی خواهد اشتراک کرد. البته این هم برای ما خیلی رویداد خوب و خوش است. می‌سازد که همه مخلصان فوتبال طولانی رو به این رویداد البته تبریک و تهنیت گفت. برای رسیدن به این البته زحمت‌های زیادی در پیش کشیده شد. همکنون می‌رویم جانب جاکارتا. خب آمادگی‌ها کی شروع می‌شوند و کیها در هیئت منتخب این مراتب جا گرفت؟ با دسته 16 نفر بازیگر دعوت شدند. 3 نفر از دسته سپر، 4 نفر از دسته سیقل، 5 نفر از دسته سورو کمپانیا، 1 نفر از دسته امالبانک، 1 نفر از دسته سامون و 2 نفر از دسته اولستاری شهر بخارای ازبکستان. پیرو گفتن ممکن است که از همون چهره‌هایی که دائم در هیئت منتخب می‌دیدیم کیها حضور ندارند در هیئت منتخب؟ در اینجا آمد فیض علی سردارو و نیکروز علی محمدوف اشتراک کردن نمی‌توانند. برای کردش اوسیب دوران توبت کرده ایستادن. در پیش اقبال واسیزاده هم نتوانسته بود کمک کردن. حالی حاضر اقبال در هیئت است؟ در مرحله انتخابی بله اشتراک کردن نتوانست، حاضر در هیئت است. اقبال بسیار خوب. من در همینجا میخواستم یک چیز ما و شما بررسی کنیم. پیرو، در بازی اخیرانی که در چمپیونات برای چمپیونی در شهر خوجند فیض علی سردارف گاه به میدان آمد، یک سپارش مخصوصی را اجرا میکرد، در یک حالت مخصوص به میدان آمد. البته او استاد کاری خود است. البته توانست که در موقع آزاد جورجینی را بیابد، یک ارسال خوبی هم کند و جورجینیو البته گل سورو را به دروازه سپر وارد کرد. آیا امکان نداشت مثلا فیض علی سردارف را به همین حیث در همین هیئت شامل کردن؟ در بازی اخیر با دسته سپر در بازی پنجم ما خیلی کم بازیگر داشتیم. همگی 6 بازیگری تجربه دار و 2 بازیگر جوان بودن و فیض علی سردار در اون حالتی که با دسته ما فشار حریف آوردن نمیتونست. ما 5 نفر بودیم و 4 در همون لحظه ما استفاده برده توانستیم. من فهمیدم. من پور بازی کردن نمیتواند برای بله میدونم که نمیتواند. برای باید توبت کند. از روی همون دکتران گفت داده هستن قریب 7-6 ماه بعد فقط توبت کند، بعد میتواند برگردد به تمرین ها. من شما رو فهمیدم. منظور من این که آیا در همین بازی هایی که البته اینجا حریفان کاملا حریفان دیگر هستند، سطح بازی ها کاملا دیگر هستند، البته ما درباره گروه پایانتر خواهیم گفت. به هر صورت همین گونه تصمیم آیا در ذهن نآمد؟ توکل نمیکنید به قبول؟ برای که دیگر بازیگرها هستند و دیگر بازیگران باید در تیم منتخب خودشون نشان توانند. یک مسئولیت کلان است و خودی فیض علی هم با فکر اگر دعوت هم کنیم روزی نمیشد، برای که 100% بازی کردن نمیتواند و هیچ کس کفالت دادن نمیتونه که در وقتی بازی هایی که ما بازی سنجشی داریم در اونجا میتونه آسیب گیرد. برای بهتر از دیگر بازیگر رو دعوت کنیم استفاده بریم. بله، به هر صورت توکل کردن چندان وای نیست. خب از بچه‌های جوان کی رو دیدن ممکن است در هیئت؟ اما بچه‌های جوانی که در مرحله انتخابی هم نفرایی که همون هستن. پیرو، همین سوال معمولی که ما و شما دائم بررسی میکنید، ببینید که متاسفانه ما و شما در انتخاب هیئت زمان آمادگی ها به قولی که من همون روی خط فراخی که میگویند اندک دستمون کوتاه‌تر است، محدودتر است. مثلا من همین روی خط برای مثال شما چندین مراتب مثال آوردید که منتخب های مثلا دیگر ازبکستان و ایران و مثلا عموما حریفان ما تا 40-50 نفر بازیگران رو به هیئت فراخ شامل میکنند، بعد از اونجا چیده
میگیرن. متاسفانه ما همین گونه هیئت 40-50 نفره نمیابیم یا نداریم. ما 45 نفر نداریم. ما یک اموری بود در سال گذشته 25 همگی 23 نفر رو با تیم منتخب دعوت کرده هستیم. وقتی که ما میخوایم هیئت رو پورا عوض کنیم، در اون وقت حسابی بازی بسیار وای میشود. منفی مثال عادی ما در ماه اپریل سال گذشته با دسته ازبکستان بازی کرده بودیم. 8-1 مغلوب شده بودیم و همگی 1-2 نفر بازیگری که از هیئت جام جهان بود. برای بازیگری که نو دعوت میشود بسیار دشوار است با تیم منتخب در تیم منتخب بازی که در کلوبش میکند کردن. وقت لازم است، باوری لازم است. ما باید بسیار بازی کنیم. برای این تیم منتخب باید بسیار بازی کند، بازی سنجشی که ما همه بازیگر رو سنجیده توانیم. بازی مثال ما با جام اسیایی میرویم، همگی 3 بازی گذراندگی هستیم تمام در مسابقه بازی همبستگی اسلامی. 3 بازی بود، دسته مراکش، ایران، افغانستان. این دسته هستند که ما اینجا جوان‌ها رو سنجیده نمیتوانیم. بسیار دسته پرقوت هستند. از روی نقشه ما باید ماه دکبر در روزهای فیفا بازی میکردیم، نکردیم برای که چمپیونات بود، لیگ بود. باید لیگ تا آخر دکبر بازی تمام شدن، بازی تا 4 ینور رفتن. ما از روی نقشه مرحله آخری آمادگی بود از روی 3 ینور آغاز میکردیم. در دوشنبه 10 روز میگذاشتیم، بعد با اندونزیا میرفتیم که اون نقشه ما عملی نشدن. خوب، با قبلی که اکنون شد آن چیزی که شد، چمپیونات اندکی طولانی شد. البته این از یک جهت خوب است که مثلا مخلصان فوتبال خوب رو تماشا کردن، فوتبال خوب دیدن، اما از جهت اونه که در پیش این گونه مسابقه خیلی بلند و بالا می ایستاد، البته محدودیت خوب پیدا شدن. خوب، اکنون چی باید کرد؟ اکنون ما از روی نقشه در اندونزیا 3 بازی سنجشی میگذارندیم. روز 16 با دسته قرقیزستان، روز 18 با دسته اندونزیا و روز 20 با دسته عربستان سعودی. بعد بازی اولی ما روز 28 شد. ما از بازی به بازی باید با این مسابقه آمادگی گیریم. ما بازی میکنیم، یک روز تمرین، یک روز بازی. از بازی با دسته خوب باید در همون بازی اولی که با دسته ازبکستان روز 28 یک با تیاری خوب آماده توانیم با اون بازی. پیرو، من همین گونه محدودیت ها شاید پهلوهای خوب هم دارند که مثلا با قبل که با همون گرمی بدن هم اکنون به مسابقه وارد میشویم، یا اینکه خوبتر آن است که با حضور در پایتخت آمادگی میدیدید، اونگاه یگان بازی سنجشی میگذراندید و بعد به مسابقه وارد میشوید. خوبتر از روی هم نقشه‌ای که ما میکشیم از روی همون بهتر است، برای که در سلسله بازی فینالی در 9 روز ما 5 بازی کردیم، 5 بازی دشوار. در 3 بازیش وقت علاوه‌ای بود. 5 بازی چمپیونی با قبل. 5 بازی چمپیونی دشوار بود. بهتر میشد که ما چمپیون رو بر وقت‌تر تمام میکردیم و آمادگی رو در دوشنبه آغاز میکردیم. خیلی چیزی هست. خب، با این نظر داشت حالت فیزیکی بچه‌ها چگونه است از نگاه شما؟ مثلا طبیبان چی میگن؟ همه بچه‌ها، البته شما چگونه که گفتین بسیار مرحله دشوار بود، من همون چمپیونات آخرش بسیاری بازیگران استپوی نه چندان که وزن دارن، لیکن دارن میکروتراما بسیار است. کجای ما میدن دلشاد سلام و بختیار سولیف، سمندر ایزوموف، محمد شریف از اساسیان با نفرانی که بازی کردن همشون میکروتراما دارن. برای که در 9 روز 5 بازی کردن بود، هوا سرد بود. هوا بسیار دشوار است. تالارها هم سرد بودن. همین گونه البته تاثیرها میرسون، اما امید است که همه آنها بازی میکنن. امیدوارم که بازی میکنن. با هموناش شدن نمیتونن، لیکن بوری اول نیست که ما در حالت‌های وزمین هستیم و من باور دارم که یک آمادگی خوب میگیریم و بازی خوب باید نشون داده توانیم. من همین موسم امسال، چمپیونات امسال با ویژه بازی‌ها با دسته سپر نشان داد که واقعا شما در هیئت سورا یک دروازه‌بان خوبی یکچین تاجیکستان رو تربیت کرد. نوردین جباروف واقعا هم خیلی خوب بازی کرد. در بازی بسیار خوب نشون بازی کرد. در از 5 بازی با فکرم در 3 بازیش بازیگر بهترین انتخاب شد. بازیگر انتخاب شد. در تیم منتخب هم است. در همه از سال 24 دعوتش کرده ایستادیم. وقت بسیارتر میتیم در تیم منتخب.
қариб ба сатҳи Фирӯз Бекмуродов расидааст ё ки ҳанӯз таҷрибааш? Фирӯз Бекмуродов ҳам таҷрибааш зиёдтар, ҳам бартарии зиёдтар дорад. Фирӯз Бекмуродов таҷрибааш калонтар, бо пояш нақсар бозӣ мекунад. Дар бисёр ҳолатҳое аст беҳтар аст. Таҷрибааш зиёдтар аст Фирӯз. Дар бозиҳои ду бозии охир фикр мекунам Сергей Каридзе нахост ки чандон таваккали зиёд кунад ва Фирӯзро чандон нагузошт ки аз ҳамин ҳунари худ истифода бубарад. Сергей Каридзе беҳтар медонад. бошад. Хуб, бед дар бораи гурӯҳ бигӯем. چه گونه که میدونید همه وقت با تاجیکستان همون دسته های میافتند در یک گروه که خیلی دسته های پرقدرت هستند. استرالیا، ژاپن، ازبکستان همسایه ما. خب درباره گروه چی گفتن؟ گروه های خوب است. دسته های سوم دسته آسیا، دوم دسته آسیا. بله. در گروه ما هستند. بازی میکنیم. ما با استرالیا یکم بار بازی نکردیم اما با ژاپن و با ازبکستان زیاد بازی کردیم. با ویژه با ژاپن که من همین در مرحله انتخابی در دوشنبه بازی کرده بودیم. این ازبکستان، ژاپن یک چیزی خوب است که ما وقتی که با ازبکستان و ژاپن بسیار بازی کردگی هستیم، همون ترسی که پیشتر بچه‌ها داشتن اون ترس نیست. مثلا ژاپن و ازبکستان میگفتن و در بسیار بازی پیش از بازی مغلوب میشدیم از یه چیز روانی و این که چیزی و بچه‌ها باید آزاد بازی کنن هم با ژاپن هم با ازبکستان. بله، تجربه ها الکی کامل شدن و ممکن است بازیگران هم تجربه دار هستند. سطح بازیگران خوب است، باید آزاد بازی کرده توانند. در هیئت ستاد مربیان یگان تغییرات هست پیدا یا اینکه همون ما با ستاد مربیان مراد علیقلو رو دعوت کردیم، همچنین مربی دوم سرمربی تیم CSKA است. بله بله. سعید توربیده دروازه‌بان، مربی دروازه‌بان است. مربی دروازه‌بان ها هست. هنوز هم ما در یکچینی خود در دسته‌های خود متاسفانه ما همون برخی از متخصصانی که از صرف اندیشه صرف انفرادی من باید باشند نیستند. منظور من همون روانشناس و مثلا بعضا با اصطلاح فیزیوتراپیست و ما باید باشه که همون شرایطی که وزیر است منظور همون شرایط موجوده فعالیت میکنیم. مثلا باشند بسیار خوب است. فیزیوتراپی باید حتما باید باشد. بله بله. باید باشد. دکتر یک تا باید نباشد. مثلا در دستور حریب دو تا سه دکتر است. بله. من فکر نمیکنم که اگر مثلا شما در پیش فدراسیون فوتبال تاجیکستان همین گونه پیشنهادها رو گذارید آنها رد کنند، چون که بودن این گونه متخصصان البته با منتخب پیش از همه با یک چینی ما کمک میکنند. چی مشکلی دارد مثلا بودن فرض کنیم یک فیزیوتراپیست و یک دکتر دیگر یا یک متخصص دیگر روانشناس نمیدونم که فیزیوتراپی ما باید از خارج دعوت کنیم. مثلا چرا در تاجیکستان ما داریم فیزیوتراپی خوب؟ من براستی نمیدونم. شما که در داخل فوتزال بیشتر هستید شما باید بدونید که داریم یا نه. فکر من فیزیوتراپی خوب نداریم. خیلی داشته باشیم من نمیدونم. شاید در مؤسسه های باشد لیکن شاید هستن که شاید فیزیوتراپیست ورزشی خوب به فکر من نداریم. من اون کسو با شخصیت اون کس رئیس که به فکر من نداریم. بلکه در اون دسته ندیدم. مساریز داریم، دکتر مساریز دکتر. لیکن دستای دیگر هم مساریز دارن، هم دکتر دارن، هم فیزیوتراپی دارن. بله بله. فیزیوتراپی برای برقرار کردن هم بازیگرانی که دیاگنوستیک میگیرن اساس کاری همون فیزیوتراپیست است. پیرو من یک سوال قریب که جواب شما میدونم به هر صورت، چون که خواه نخواه در دنیا با اصطلاح این حاضر ترند شده است، با مد در آمده است. خب من همین از حساب بازیگران دیگر ملت ها ملت کنونی یا اینکه مثلا ناتورالیزاسیون با اصطلاح ناتورالیزاسیون شما با این زید هستید. با من هم یک نوع با عقیده شما راضی هستم، اما به هر صورت میخواستم یک مراتب دیگه پرسیدم که هنوزم در همون اندیشه هستید که مثلا یک کچینی ما صرف باید بچه‌های تاجیکستانی باشند، تاجیکان باشند؟ خودش بازیگر خیلی محدود داریم. بازیگران محلی ما باید اساساً بازیگران محلی را تربیت کنیم. اصلا کاری آسان همین است که یگان بازیگری برزیل یا از ایران میگیریم شهروندی میتیم از تاجیکستان بازی میکنن، لیکن ما به مبلغ بازی نمیکنن. بله مسلم است که بدون مبلغ بازی نمیکنن. مبلغ هایی که به بازیگران خارجی میتیم بازیگران خودمون رو تربیت کنیم بهتر نیست؟ درست است. منظور من چی است؟ منظور من این است که برای نتیجه گیری یک وقته
мисол як натиҷа меёрад. чаро як вақта фаразан агар як нафар аз бозингар як легионере ки мехоҳад масалан дар тоҷикистон зиндагӣ кунад ҳамин ҷо бошад. тоҷикистон албатта ватани хуб аст, мисол боду ҳавои хуб дорад, мардуми хуб дорад, мо тинҷо амону осуда ҳастем, зиндагӣ мекунем. Як нафаре мехоҳад дар ҳамин ҷо зиндагӣ кунад, фарз кардем, бидуни оне ки мо ӯро ба мунтахаби худ даъват мекунем ё не. шояд аз лиҳози хостаҳои ӯ масалан ман ҳамин наказатҳои шумо бисёр бозингари хуб аст. бисёр бозингари хуб аст. фаразан агар наказато дар мунтахаби тоҷикистон бозӣ кунад бо хости худаш албатта. бояд 5 сол 5 сол бале ин муҳлат дорад, бозӣ кунад. бале зиндагӣ кунад дар ин ҷо. баъд аз он ҳақ дорад дар тоҷикистон бозӣ кардан. бале албатта бидуни ин нест албатта. лекин ин аз ҳама роҳи осон аст. мушкилоти мо чи аст? мо агар наказатро ҳам гирем ягон каси дигарро гирем, вақте ки мо дар ҷумҳурӣ дар ягон мактабҳои варзишии футбол мисол ягон гурӯҳи футзал надорем. ҳамин футзалистое ки бояд бо наказатро бинанд, наказатро ягон чи мисол аз наказатро ягон чи бинанд, аз куҷо пайдо мешаванд? ягон гурӯҳи футзал надорем дар мактабҳои махсуси варзишӣ. мо аввал бояд замина бояд бошад. мо замина надорем ку. ба футзал аз куҷо бозингарон меёнанд? аз футболи калон. 15, 16, 18, 19, 20 сола мешаванд. футболи калон гузашта наметавонанд мисол, баъд мебиёнд футзал. мо бо беҳтар мо аз ин ба хулоса бо беҳтаринҳо кор намекунем. ҳамин ки нест. баъд фарқияте ки мо бо озери ҷопон бозӣ мекунем бо дигар даставо, вақте ки ҳарифон ва майдони барон ва 7 солагӣ 8 солагӣ футзал бозӣ мекунанд, аз имон 18 19 солагӣ ба футзал мебиёд. фарқияташ калон аст. ҳамин чизҳо таъсир мерасонанд ба рафти бозӣ. пайро ба андешаи шумо ан ҳамин корро бояд кӣ кунад? оне ки масалан албатта бояд дар мактабҳо масалан таъсис дода шавад лига, дар иdoraу ташкилотҳо масалан бозӣ карда шавад, чемпионати поёнӣ ҳам таъсис ёбад ки заминаи комиле барои серияи прои мо бошад. яъне масъулони футзал дар тоҷикистон ки ҳастанд? лигаи футзали тоҷикистон масъулин ҳастанд ки барои футзал масъулияти футзалро доранд, бояд ҳамин пешниҳодро кунанд барои пешрафти футзали мо чӣ лозим аст. асосӣ замина бояд бошад. чизи асосӣ ҳамон бошад. вақте ки байни кӯдакон наврасон гурӯҳҳои футзал мешавад, онҳо мусобиқа мекунанд, байни дигар мусобиқаҳои ҷумҳуриявӣ, ноҳиявӣ, шаҳрӣ, бозингар пайдо мешавад. бале фикр мекунам ки ҳастанд. асос ҳамон аст. бале ҳамон падидаҳое ҳастанд ки онҳоро бояд кашф кард. пайрад дуруст пеш ҷоми кирсанов дар тоҷикистон ба анҷом расид. ин ҷоми анъанавӣ аст. шумо хуб медонед ки дар айёми таътили тобистонаи футболи калон баргузор мешавад. ин бисёр бештар аз 20 сол аст ки ин ҷом баргузор мешавад. онҷа басо чеҳраҳоро дидан мумкин аст ва дарёфтан мумкин аст. масалан дар бозии охироне ки мо барои чемпионӣ тамошо кардем, миёни дастаҳои рахш таксӣ буд ва дастаи бонки миллӣ. ман собиқадоронро намегӯям, бачаҳои ҷавоне буданд. албатта онҳо он ҷавонҳое нестанд ки бояд онҳоро тарбия кард, аммо онҳо хеле хуб бозӣ мекунанд. хуб шумо аз миёни ҳамин дастаҳое ки дар ҳамин гуна мусобиқаҳои ҳаваскорона бозӣ мекунанд, шумо оё кӯшиш накардаед ки ягон нафарро дарёбед ки масалан бошад сараввал ба ягон даста шомил шавад, баъдан тарбия кунем барои якачини тоҷикистон? барои якачини тоҷикистон фаразан албатта аввал дар ягон даста шомил мешавад. ҳамин бачаҳое ки мо мебинем албатта аввал дар дастаҳо бозӣ карданд. ҳама инҳо якбора бозингарони мунтахаби тоҷикистон набуданд ку. бисёр фикри хуб. мо 2 сол қабл як бозингарро даъват кардем ба дастаи сорум. аз ҳамин ҷоми кирсанро гирифтем. ба фикр қати мо 6 моҳ тамрин кард, дигар тамрин накард. бозингаро ки дар бозиҳое ки дар мусобиқа ғайри касбӣ бозӣ мекунанд, фарқияташ аз бозиҳои касбӣ замин осмон аст. албатта. аммо шумо бар ин мутахассис метавонед онҳоро дар як муддати кӯтоҳ ба футбол бозӣ. мо ҳамин сол 3 нафар бозингари ҷавонро ба даста ҷалб кардагӣ будем. 2 нафараш, 1 нафараш дар бозиҳои финалӣ бозӣ кард, Сунатулло. аммо ба фикрам ҳамон пеналти ҳамон зад. 18-19 сола ҳастанд мисол.
من فکر میکنم وقتی که ما با 18 19 20 سال با جوانان کار میکنیم وقت میتیم باوری میکنیم از اونها بازیگر خوب شدن میتوان اگر خواهش داشته باشه بازیگر. بله. لیکن من بسیاری بازیگرانی که در دستای غیر کسبی بازی میکنن اونها تمرین نمیکنن با فکرم. با اون کار میکنند کار بسیارش کارگر هستند. بله اونها کارگر هستند. بله. اما میدونید از روی همون مشاهده هایی که ما کردیم البته نه همه اونها از همون میان چیده کدامی رو مثلا این گونه‌ای که ما و شما در اینجا بررسی کردیم فکر میکنم که ممکن است. ممکنه مربی تیم‌های که تیم‌های کلوب‌های فوتبال سوپرلیگا باید وقتی که بازیگر نمیرسد اونجا باید بازیگر گیرن به خودشون. بسیار فکری خوب است مثلا. بله. فوتبال کسبی کی پیش میاد وقتی که فوتبال غیر کسبی عمومی شود. بله. بسیار مسابقه شود. بله. بسیار فراگیری بسیار باشد بازیگر بسیارتر پیدا می شود. ما در یک چارچوبه که می 15 20 بازیگر نیو زیادتر می شوند. لیکن با یک چیز دیگر است که از روی همون قاعده که بود که اگر یگان نفر بازیگر در سوپرلیگا بازی کند بعد دیگر در همون مسابقه غیر کسبی بازی کردن نمیتواند. یک محدودیت هم بود سالهای آخر محدودیت بود اما دو نفر اجازت هست. دو نفر اجازت میدهند که بازی کنند. خوب ببینید که اگر در همون سوپرلیگا وقتی که بازی میکنند انگیزه خوب دارن برای زندگی خود خوب کردن منظوری من که مثلا معاش خوب میگیرن شاید آنها دیگر خودشون هم مثلا هوسکارانه بازی کردن رو پیدا نمیکنن مثلا چون که سطحشون بلند و بالا میشود. البته در پیش انگیزه اونه که مثلا من همکنون در منتخب تاجیکستان میخوام بازی کنم فکر میکنم اینها خوب هستند. خب برمیگردیم در آخر صحبتمون سری گروه. خب با کی میخواستید اول بازی کردن؟ ما اول با ازبکستان بازی میکنیم روز 28 ژانویه. خب خوب است که با ازبکستان بازی میکنیم یا اینکه با استرالیا بازی میکردیم که یگان مراتب با ایشون بازی نکردیم؟ با ازبکستان خوبتر است. ازبکستان و ژاپن خوبتر است برای که با استرالیا بازی کرده نیستیم. خوب است که بازی استرالیا با ژاپن میبینیم. بعد با ازبکستان بازی کرده هستیم میدونیم بازیگراشون رفتی بازیشون تاکتیک ما همش میدونیم. با ازبکستان خوبتر است بازی اول. این چمپیونات آسیا متاسفانه راحت رو برای جام جهان نمیدهد. همین گونه یک به انگیزگی به قول روحیه رو اندکی دیگر میکند یا اینکه نه؟ مسابقه اصلا کلونی قروی است در سال 26. اینش نمیتونه لیکن برای ریتینگ و برای در آینده است با اون گروهی ضعیفتر غلطیدن بسیار نقش بازی میکنه. بسیار خوب است. اینا اندیشه اینا مهم است. خب چرا انتظار شدن ممکن است؟ ما از شما چرا انتظار شویم؟ ما کوشش میکنیم بازی خوب نشون بدیم در نزد همه مخلصان به حد بسیار مخلصان تیم منتخب است اما دههای نوعی بله در سراسر کشور برای این کوشش میکنیم که یک بازی خوب نشون بدیم. بعد شما ما مخلصان را عادت کنونیدید با بازی خوب در چمپیونات های آسیا. ما البته انتظاری بازی خوب هستیم و امیدوار هستیم که شما یک بازی خوب رو البته نشان بدهید برای ما. البته مخلصان غلبه های خوب تحفه میکنید. ما برای شما برای کامیابی میخواهیم. آرزومند آن هستیم که با سر بلند از این مسابقه برمیگردید. اما به هر صورت در صورت اندک ناکامی برای قبول انتقاد آماده اید یا نه؟ اما وقت قبول وظیفه سرمربی همین است. وقتی که غالبیت از تعریف تحسین میکنند وقتی که یگان ناکامی شد تنقید میکنند این چیزی معمولی است باید با این آماده باشیم. اما غلبه به قولی که صاحبی بسیار دارد اما همین مغلوبیت است که صغیر است. غلبه پدری بسیار دارد مغلوبیت یتیم است. یتیم است بله تنها. اما اگر منتخب یا دسته مثلا غالب میآید غالبیت دسته است مغلوب میشود مغلوبیت ترینر است. متاسفانه همین گونه است. حیات فوتبالی همین گونه است. پیرو از نام همه مخلصان فوتبال تالاری تاجیکستان برای شما برای کامیابی راه سفید انتظار هستیم که البته با غلبه ها و پیروزی ها برمیگردید. تشکر زیاد. دوستان از ارجمند یک بار دیگر خاطررسان میکنیم که از 27 ژانویه تا 7 فوریه در جاکارتا اندونزیا
چمپیونات آسیا اوید با فوتبال تالاری برگزار می‌گردد که منتخب تاجیکستان در این مسابقه اشتراک میکند و در یک گروه با دسته‌های استرالیا، ژاپن و ازبکستان بازی میکند و این شام ما یک صحبت داشتیم با سرمربی منتخب فوتبال تالاری تاجیکستان پیرو واحدوف که از نام همه شما برای این صحبت با اون کس اظهار سپاس. دوستان عزیز، در همینجا برنامه ما به انجام میرسد. خیر.